4 ماهی که دارم تمام پکا رو باز میکنم و بهترین کارتا رو کشوندم بیرون. از دفاع گرفته تا مهاجم، اکانتم پر شده از بهترین بازیکن‌ها. ولی این اکانت خفن یه بازیکن کم داره، بازیکنی که یه سال منتظرش بودم، کسی نیست جز گولیت دلها. خب بدون معطلی باستون داریم که واسش روی جامپینگش، کانتکتش، ادینگش و فینیشینگش که روی این پاستو بازی میکنه و فکر کنم روی 105 وای میسه و اینم از چهره خوشگل فن باستن. وای 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 گولیتو داریم که واسش روی کنترلش، دریبلینگ و پاسینگشه با قدی 190. اینم از فیس آقای گولیت عزیز که روی این پاستو بازی میکنه، بازیکن فوق العاده خفن. خدای گولیت بیدی دیگه تموم اکانتم فوله. جونم آقا ریکارد پاستاش روی تکلینگش، دفاعش، اسپیدش و استقامتشه روی این پاستو بازی میکنه و اینم از فیس آقای ریکارد عزیز که رو 105 وای میسه. ببین روش خوراک کمه، مگه میشه با روش در نیاد؟ بستر میزنم، کارتشو برعکس میکنم، یه مکسی کوچولو میایم بیرون. بازیکن بعدی میریم ریکارد میزنیم، بوی بوست میزنیم، کارتشو برعکس میکنیم و گولیت دل آی عزیزمون بوستو میزنیم، کارتشو برعکس میکنیم. خیلی قشنگ میایم بیرون با 3 کنسل. ببین با 3 کنسل میزنم و الان تو سطح اول میدونم بهم میده. ببین برو، ببین جان من نگاه کن، یه اپیک قشنگ اینجا جلومونه، نگاه کنید. اوه نداد متاسفانه و چرت و پرت. این بار نداد. این بار میزنم رو گولیت، بوستو میزنم، یکم مکس میکنم رو گولیت و میام بیرون. میریم بازیکن بعدی و بزنیم، لک داره یکم برای من. بوستو میزنیم، یکم مکس میکنیم و میایم بیرون. بریم بازیکن بعدی ریکارد. اینم بوستو میزنیم، یکم مکس میکنیم و میایم بیرون. ببین الان 100 میخوام بزنم، اپیک میدونم در میاد با یک کنسل برو. ببین الان 100 اپیک میده که نداد. دمت گرم ریدی. به نظر من این بار با یکم بیشتر بازی کنیم. بوستو میزنیم، یه نگاهی به چرش میکنیم، برمیگردیم، کارتشو برعکس میکنیم، یه بار دیگه بوستو خاموش روشن میکنیم و میایم بیرون و بریم 100 تا رو بزنیم. سکه آخرمونه و نداد. 500 تا دیگه شارژ شد. بریم همین اول کار یه 100 تایی بزنیم. امیدوارم که بده. نداد. چه بازیکنی چرتی رو بهمون دادی که ریدی. 100 میدونم تو 20 تا اول 10 تا اول یه اپیک برام افتاده. برو بریم 100 تا رو بزنیم. 400 تا دیگه داریم. اینو بزنیم 3 شانسی دیگه داریم و ببینیم چه بازیکن بهمون میدی که چرت. رایا رو داد، بازیکن آرسنال دمش کرد. کلا ریده، اصلا بهترینا رو بهم نداده. کلا بازیکنای چرت و پرت رو بهم داده. بریم 100 تا رو بزنیم. فقط امیدوارم اپیک در بیاد. تو رو جان من بده. رنگی شد. او نه به خدا داد. آجی به خدا اپیکه. تو رو جان من گولیت باشه علی. گولیت باشه آجی گولیته. آجی 100 گولیت دمت گرم. آجی باورم نمیشه داد. خدای شکرت آجی، خدای شکرت. گولیتو گرفتم بابا. تمام گولیته به خدا تو ذهنم بود. گولیتی که یه سال منتظرش بودم با کمترین سکه آجی گرفتم. بابا به خدا باورم نمیشه. بوس برون کلت گولیت تو کجا بودی؟ خب گولیت رو مکس کنیم میشه 99 باباسش میشه 100 فوق العاده و خفن. گولیت رو برمیداریم. آجی گولیت رو جای چی بازیکنه بیارم؟ تمام بازیکنم غوله آجی، تمام غوله. جای کاستاکورتا به نظر من بیار. اوه شد 104. بابا دمت گرم. ببین گولیتو میذاریم جای پلاتینی. شرمندتم داداش، شرمندتم. گولیت اومده. گولیت با اسپید 91، اکسلریشن 92، کینگبان 93، کنترل دریبل. حرف نداره. گولیت فوق العاده است. حریفمون دیویژن 3. اوه 5 تا میزنم بهش. 5 تا رو 100 زدم. ترکیبمون تمام بازیکن‌ها اومده هستن و گولیت دلها اوه فوق العاده اومده است. بوستم نداریم بهش بدیم و بریم سری به ترکیب حریفم بزنیم که اوه چقدر بسته بازی میکنه. برو ببینم دقیقه یک پرو بگیر. دمت گرم. پورو زدم. گل نره بیرون دیگه. بلینگام تو پر میده به گولیت وینیت به گولیت به وینی به گولی. اوه دیگه داری شورشو در میارید خدایی. مالدینی پاس میده بلینگام چیکار میکنه؟ حالا پاس میده مالدینی پاس برای وینی جونیور. بلینگام بده به خود وینی. برو بینم فینی برو نمیتونه. برو بینم. اوه دمت گرم. برو بینم. بزن دمت گرم. دروازه رو باز میکنه ساموئل اتو. چه گل خفنی میزنه. 1-0 جلو میافتی. خود بلینگام، وینی جونیور برای بلینگام چیکار میکنه؟ بلینگام حالا پاس سری میده به این بازیکن ویرا، میده به ساموئل اتو و گل دوم. ساموئل اتو فوق العاده است. مگه میشه این ضربه بزنه و گل نشه؟ آجی چرا خبری از گولیت نیست؟ این اومدیم گولیت رو تست کنیم. گولیت کجایی پس؟ خراب شد. خوردیم نخوریم بابا. نخور دیگه. چه اشتباهی بدی کردیم. گولیت یه دبل تاچ. گولیت حالا پاس میده وینی چیکار میکنه؟ وینی گولیت
وینی گولیت بزن و گل سوم. گولیت و وینی حرف ندارن، ترکوندن. 1-2 و کار تمام میکنه. همون تیمی نبود که میگفتم بهش 5 تا میزنم، بریم تو 5 تا رو بزنیم که فعلا داره میخوریم. فعلا وضعیت خطری، خیلی بازیش خوبه. خدایی با مسی داره خوب بازی میکنه. بزن توپ رو بره داداش، بزن دیگه. چه سگی آجی، همش میخواد بزنه. وای خطری شد، بگیر نزنه. شانس آوردیم. ماتیاس بیلینگام چیکار میکنه؟ پس میده ویرا اتو گولیت وینی جونیور ویرا. پاسکاری بازیکن عالی بود. پور ببینم بیلینگام یه کات خوشگل اگه بدید که تموم نمیده. توپن میگیره اتو، حالا پاس میده وینی. گل چهارم آروم و گل چهارم. وینیسیوس جونیور دروازه رو باز میکنه. آجی صدای بازی خیلی زیاد بود، فقط امیدوارم ویدیو رو خراب نکرده باشه. مالدینی بیلینگام برای سی، برای گولیت چیکار میکنه؟ حالا پاس میده وینی برای سی. بیلینگام بده به گولیت. برو ببینم آجی آفسایدی چی میگیری تو سگ؟ مالدینی برای بیلینگام این بازیکن. وینیسیوس جونیور میده به اتو بده ویرا. برو ویرا یه شوتر رو بزنی دیگه تمومه. چی در آورد آجی؟ خطریه نزنه بابا، بگیر دیگه. ویرا پاس میده این بازیکن. اتو گولیت وینیسیوس جونیور، حالا پاس میده بزن ضربه رو، ولی گل نمیشه. مسی دل پیرو و اسکولز آوردیم تو بازی. بگیر دل پیرو یک کات خوشگل بدی دیگه تمومه. نمیتونه. مالدینی سانتر بکش. گولیت بزن دمت گرم. اینم گل پنجم، گفتم 5 تا میزنم. گولیت فوق العاده است آجی، 2 گل خوشگل زده. برو ببینم. مسی بده دل پیرو آروم یک کات خوشگل و تمام. آجی چه گلی میزنی دل پیرو، سوپر گل میزنی دل پیرو. گولیت برو ببینم. دل پیرو برو یک کات خوشگل و نشد. آجی با مسی چطوری میره آجی، خوب بازی میکنه. سوتی داریم، گل رو زد. برو ببینم. برو بده به گولیت گل افتمو بزنیم دیگه عالی میشه. بزن یه نشد. بزن دیگه لعنتی. برو ببینم. داداش توپ رو گرفتم، داری چی سوت میزنی؟ تک به تکم. خوب